سلام. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی تلخ اما فوق‌العاده مهم. بحرانی که رزیدنت‌های پزشکی ما باهاش درگیرن. با کمک یه مستند خیلی روشنگر قرار سیستمی رو با هم بررسی کنیم که به نظر میاد به جای اینکه بهترین مغزهای پزشکی کشور رو پرورش بده، داره اونها رو له میکنه. 15. این عدد رو ببینید. این فقط یه عدد خشک و خالی نیست. این تعداد خودکشی‌های گزارش شده بین دانشجوها و رزیدنت‌های پزشکی تو ایرانه، اونم فقط تو یک سال. این آمار واقعاً تکون دهنده است و یه سوال خیلی جدی رو مطرح میکنه. تو سیستم آموزش پزشکی ما چه خبره که داره بهترین استعدادهاش رو به این نقطه تاریک میرسونه؟ و خب پشت هر کدوم از این عددا یه داستانه، یه زندگیه. مثل داستان امین، یه رزیدنت که میگن یه نابغه واقعی بوده. مرگ تلخ اون، هزینه انسانی وحشتناک این سیستم رو میذاره جلوی چشم ما. وقتی یه نابغه به جایی میرسه که هیچ راهی جزی نمیبینه، یعنی ما با یه بحران خیلی عمیق طرفیم. خب، برای اینکه بفهمیم چی باعث میشه یه نفر به این نقطه برسه، باید بریم تو دل ماجرا و ببینیم روزمرگی این افراد چطوریه. یعنی بخش اول، شیفت بی‌پایان. چیزی که اسمن دوره آموزشه ولی در عمل تبدیل شده به یه کار تموم نشدنی. شما اصلا میتونید تصور کنید یه شیفت 48 ساعته، یعنی از صبح شنبه میری سر کار تا صبح دوشنبه. تو تمام این مدت اگه خیلی خوش شانس باشی شاید بتونی 2 ساعت بخوابی. این دیگه اسمش آزمون استقامت نیست، این فرسودگی محضه. این فشار کاری فقط جسمی نیستا. ببینید چه بلایی سر زندگی شخصیشون میاره. این جمله از یه رزیدنته که میگه بچهش دیگه اونو نمیشناخته. وقتی فرزند خود آدم ازش بترسه، یعنی سیستم داره یه چیزی بیشتر از زمانت رو ازت میگیره. داره هویتت رو به عنوان یه پدر یا مادر ازت میدزده. اینجا دقیقاً جاییه که می‌بینیم تئوری با عمل چقدر فاصله داره. ببینید قرار بوده دوره رزیدنتی چی باشه و در عمل چی شده. رو کاغذ همه چی قشنگه. آموزش پیشرفته، مهارت آموزی. اما واقعیت یه چیز دیگه است. کار استثماری، شیفت‌های تموم نشدنی و یه جورایی از خود بیگانگی. خب، سوال اصلی اینه. چرا سیستم اینجوری شده؟ این فقط بحث ساعت کاری زیاد نیست، قضیه خیلی عمیق‌تره. بریم سراغ ریشه‌های این بحران. مشکل خیلی عمیق و سیستماتیکه. یه فرهنگ سلسله مراتبی خیلی خشک، تقریباً نظامی طور مثل پادگان حاکمه. تو این فضا به رزیدنت نه به چشم دانشجو که به چشم یه نیروی کار ارزون نگاه میکنن. قدرت تقریباً مطلق بعضی مدیران گروه و نبود آموزش درست و حسابی رو هم بهش اضافه کنید. این ترکیب یه محیط واقعاً سمی درست کرده. حالا میرسیم به بحث مالی. 2 تا 3 میلیون تومان. این به اصطلاح کمک هزینه تحصیلی ماهانه رزیدنته. یعنی با این پول میشه تو شهرهای بزرگ خونه اجاره کرد؟ اصلا میشه باهاش یه زندگی حداقلی داشت؟ این یعنی فشار شدید مالی، علاوه بر همه اون فشارهای جسمی و روحی. این فشار مالی باعث میشه یه همچین اتفاقایی بیفته. این نقل قول رو ببینید، یه پزشک بعد از یه شیفت جهنمی میره مسافرکشی میکنه. اونم در حالی که اصلاً قانوناً اجازه این کار رو نداره. چرا؟ فقط برای اینکه بتونه زنده بمونه. خب، تا اینجا در مورد خود رزیدنت ها گفتیم. اما این بحران یه قربانی دیگه هم داره. بیماران، یعنی خود من و شما. وقتی اونایی که باید ما رو درمان کنن خسته و ناامید باشن، سلامت همه ما به خطر میفته. این فرسودگی مستقیم جون بیمارها رو به خطر میندازه. این یه مثال واقعیه. یه بیمار فوت میکنه. چرا؟ چون رزیدنت هایی که باید تشخیص میدادن 48 ساعت نخوابیده بودن. یه پزشک خسته یعنی یه خطر بالقوه برای همه. این سیستم فقط به پزشک‌ها آسیب نمیزنه، به بیمارها هم آسیب میزنه. یا این مورد رو ببینید که دیگه واقعاً باورش سخته. یه رزیدنت 68 تا نوزاد رو تو 9 ساعت معاینه کرده، بدون حتی 1 دقیقه استراحت. خب تو این شرایط مگه میشه چیزی از زیر دست آدم در نره؟ جون بیمارا، حتی کوچیکترینشون، اینطوری به خطر میفته. خب، آیا این مشکل فقط برای ماست؟ نه. و راه حل هم وجود داره. داستان قانون لیبی زایون تو آمریکا رو ببینید.
اونجا هم مرگ غم‌انگیز یه بیمار به خاطر خستگی رزیدنت ها باعث شد پدرش که روزنامه نگار بود یه کمپین بزرگ راه بندازه. فشار مردم باعث شد قانونی تصویب بشه که ساعت کاری رزیدنت ها رو محدود می‌کرد. اونا فهمیدن که محافظت از پزشک یعنی محافظت از بیمار. و در نهایت میرسیم به آخرین و شاید غم‌انگیزترین پیامد این سیستم، فرار مغزها، از دست دادن بهترین استعدادهای کشور. وقتی سیستم به جای حمایت نخبه‌ها رو فراری میده، آینده سلامت کل کشور به خطر میفته. این نمودار خیلی خوب نشون میده چه اتفاقی داره میفته. یه تراژدی ملیه. ما کلی سرمایه گذاری میکنیم، بهترین ها رو آموزش میدیم، بعد اونقدر بهشون فشار میاریم که مجبور میشن برن. یعنی عملاً داریم برای کشورهای دیگه نیروی متخصص تربیت میکنیم. این جمله عمق درد رو نشون میده. کسی که عاشق کشورشه ولی بین موندن و نابود شدن و رفتن و زندگی کردن گیر کرده. این یه انتخاب نیست، یه اجباره. اونها حس میکنن مجبورن بین وطن و سلامتی روانی و جسمیشون یکی رو انتخاب کنن. و در آخر همه چیز به این سوال ختم میشه. این فقط داستان چند تا پزشک نیست، داستان سلامت آینده کل جامعه است. وقتی اونایی که باید ما رو شفا بدن خودشون دارن از درون میشکنن، واقعاً چه کسی قراره این ملت رو شفا بده؟ سوالی که باید خیلی جدی بهش فکر کنیم.